صبح 9 ینور سال 2024 قلب ناصر خسروف، ورزشگر و مربی شناخته تاجیک، استاد ورزش و مربی شایسته تاجیکستان، غالب مسابقه های زیاد گشتین ملی و سامبو و جودو و پدر قهرمان سامبوی جهان خوشقدم خسروف در سن 66 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک ژورنالیست خلوت‌شوی محمود خبر داد او ناصر خسروف را معلم، استاد ارجمند، ورزشگر خوشنام و خوشکار نامیده نوشته است. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خود خواهد بود. درباره علت مرگ ناصر خسروف چیز گفته نشده است، ولی خلوت‌شوی محمود خبر داد که مراسم نماز جنازه مرحوم روز 9 ینور سال 2024 وقت نماز پیشین در مسجد محله 61 شهر دوشنبه معروف به مسجد امین جان دایر می شود. ناصر خسروف 28 می سال 1958 در دهه مرغوتگ جماعت راوند نوعی ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. ختم کرده دانشکده ورزشی تاجیکستان است. صاحب عنوان و جایزه های زیاد ورزشی بوده. باعث مدیر مکتب ورزشی نوعی ونج، سرمربی تیم منتخب سامبو ولایت مختار کوهستان بدخشان، معاون اول مدیر مکتب ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت پرثمر داشت. یکی از میوه‌های عمده فعالیت ناصر خسروف همچون مربی پسر 31 سالش خوشقدم خسروف است که امروز از پهلوانان خوشنام و پرچمبردار تاجیکستان به شمار می رود. خوشقدم خسروف سال 2018 در چمپیونات جهان عاید به سامبو عنوان چمپیون جهان را به دست آورد. در طول سابقه ورزشیش همچنین 5 مرتبه چمپیون سامبوی آسیا شده است. او همچنین چندین بار چمپیون تاجیکستان در گشتین ملی سامبو و جودو گردیده است.